ببینیم این شوت به کجا میرسه. اولین حمله تیم استقلال، حرکت آسامواهچیان، یه سانتر کاتار برای دروازه. رحمتی به نظر میرسه که روش خطا هم اتفاق افتاد. اینجا دوباره حتی میتونست خطای رحمتی رو بگیره، نکنید گرفت کشید بازیکن تیم العین رو. این ضربه سنگین رو ببینیم، واکنش عالی رحمتی در برابر ضربه محمد عبدالرحمن. حرکت عمقی بازیکن‌های العین و این ضربه که آخرش رحمتی توپو برمیگردونه. یه بار دیگه میبرن به چپ، یک بار دیگه ضربه سنگین و بازم رحمتی. منتظری، رحمتی، توپ روی پاش جفت جور نشد، همونجا در منطقه جریمه فرود اومد. یه بار دیگه ضربه، به نظر میرسه بازیکن استقلال اینا ترسیدن. خدا عرضه دخالت میکنه، یه اشتباه، آسامواهچیان ضربه رو میزنه، بازم رحمتی. حالا ضربه کورنر رو میزنه جباری. این ضربه سر که در چارچوب نیست، ضربه حنیفه عمران زده. جیرس اکوکو سانتر روی دروازه، رحمتی توپو برمیگردونه. به نظر خطا میرسید این حرکت. ضربه سنگینی که از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت. آسامواهچیان، حرکت این بازیکن، پا به توپ به دروازه استقلال نزدیک میشه، پاس ارزیش رو میده. اون طرف بازیکن خالیه، مدافع استقلال رو رها کردن. خیلی خطرناکه و رحمتیه که ضعف خط دفاعی رو پوشش میده. یک بار دیگه اکوکو، ضربه خطرناک. سیک بود ضربه اکوکو در اون دروازه قرار بگیره. یه حرکت رو به جلو از سیاوش اکبرپور در منطقه جریمه، تعادلش به هم میخوره. داور ببینیم چه نظری داشته. بله پنالتی گرفته. ببینیم صحنه رو. بله دیگه خطا بود. دوباره نکونام و بازم همون داستان. جواد نکونام توی دروازه، این بار قاطعانه تر ضربه رو به طاق دروازه میکوبه. یه موقعیت برای عبدالرحمن خطرناکه، این توپ در مقابل دروازه استقلال و واکنش عالی سید مهدی رحمتی. آخرین موقعیت برای تیم العین، اصلا تراس توپ رو میفرستن برای دروازه. این موقعیت رحمتی این بارم با پا توپ رو برمیگردونه.